در ویدیوهای ژئوپلیتیک قبلی کانال گفتیم که قدرت‌های دریایی در رأسشون ایالات متحده در حال تنگ‌تر کردن حلقه محاصره قدرت‌های قاره‌ای در هارتلند اوراسیا هستند. منظورم از قدرت‌های قاره‌ای هم روسیه و چینه. در این حلقه تنگ‌تر شده ایران و کشورهای همتمدن مجاورش در شرق و آسیای میانه و ایزن لهستان اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آمریکا پیدا خواهند کرد و متحدان فعلی آمریکا در اروپا و خاورمیانه دیگه اهمیت پیشین رو برای این کشور نخواهند داشت. اما چرا؟ و اینکه چرا ایران و لهستان؟ قراره در این ویدیو به این پرسش پاسخ بدم. پیش از اینکه انسان برای اولین بار شاهد وقوع یک جنگ جهانگستر در دنیا باشه، سران دو قدرت اصلی که بعداً در جنگ با هم درگیر میشن، یعنی روسیه و آلمان، پیش از جنگ سعی میکنن به هم نزدیک بشن. بیسمارک صدراعظم آهنین آلمان بازی جنگ و صلح بین کشورها رو خیلی خوب بلد بود. او میدونست که در تقابل آلمان با قدرت‌های دریایی یعنی فرانسه و بریتانیا بدون اتحاد با روسیه موفق نخواهد بود. بنابراین با تزار الکساندر سوم پیمانی امضا کرد که ما کمتر دربارش میدونیم. حتی در ویکی‌پدیای فارسی هم مقاله‌ای بسیار کوتاه و مختصر درباره این پیمان وجود داره. پیمانی به نام ری‌اینشورنس یا ضمانت مجدد. طبق معمول تاریخ هم هر پیمان صلحی که بین آلمان و روسیه امضا شده مساوی بوده با تقسیم کردن لهستان بین دو قدرت. از این بابت ما ایرانی‌ها خیلی با لهستانی‌ها تشابه و سمپاتی داریم، اما نمی‌خوایم بپردازیم به ایران. بذارید تمرکزمون روی لهستان بمونه. در اون زمان اصلا یک جغرافیای مستقل سیاسی به نام لهستان وجود نداشته، اما مردم لهستانی وجود داشتن. لهستان از بخت بدش هم زمین بازی روسیه بود و هم آلمان و هر دو قدرت دشمن این مردم تلقی می‌شدن. بیسمارک با یک پارچه سازی ایالات ژرمن سعی داشت یک جغرافیای سیاسی متحد به نام آلمان رو به وجود بیاره و موفق هم شد. اما در این مسیر فرهنگ و هویت لهستانی موی دماغش بود و اون رو سرکوب میکرد. از طرف شرق یعنی روس‌ها هم چنین سیاستی دنبال میشد. روس‌ها با مذهب کاتولیک و زبان لهستانی‌ها مشکل داشتن و سعی میکردن این ملت رو در جامعه روسیه ادغام کنن. همه این مصیبت‌های تاریخی چرا برای مردم لهستان روی داده؟ به خاطر جغرافیای کشور لهستان. جغرافیای لهستان از شمال به دریای بالتیک، از جنوب به رشته کوه‌های کارپات محدوده. اما از شرق و غرب چی؟ هیچی. در واقع طبیعت برای لهستان هیچ مانعی در شرق و غرب قرار نداده تا این کشور در طول تاریخ مرزهاش دائما توسط دو ابرقدرت اوراسیا یعنی روسیه و آلمان تغییر کنه. یه جورایی اگر نقشه لهستان رو در طول تاریخ نگاه کنیم شبیه به بارباپاپا تغییر ماهیت و تغییر شکل میداده. صحبت از توافق ضمانت مجدد کردیم، پس بهش برگردیم. پیمانی که بیسمارک با هوش ژئوپلیتیکی تمام عیار خودش به دنبالش بود باعث میشد آلمان با نزدیکتر شدن به قدرت شکست ناپذیر هارتلندی یعنی روسیه تضمینی برای بقا و پیروزی در رقابت با قدرت‌های دریایی یعنی بریتانیا و فرانسه پیدا کنه. قدرت‌های دریایی میدونستن که اتحاد آلمان و روسیه مساویه با به حاشیه رفتنشون، اونم در ابتدای قرنی که قرار تاریخ بشر رو برای همیشه تغییر بده. پس تصمیم گرفتن هر طور که شده مانع شکل‌گیری این زنجیره اتحاد بشن و لهستان یکی از ابزارهای اونا برای رسیدن به این هدف بود. البته اینو متذکر بشم و رویدادهای تاریخی همیشه نتیجه توطئه قدرت‌ها علیه هم نیستن. دسته‌ای از عوامل جور و واجور و رنگ و رنگ داخلی و خارجی که بعضیاشون هم غیر قابل پیش‌بینی‌اند تاریخ بشر رو شکل دادن. ما در این ویدیو می‌خوایم با مشاهده الگوی تکرار تاریخ درستی گزاره‌های ژئوپلیتیک رو بسنجیم و در این ویدیو گزاره‌های هارتفیلد مکیندر در تئوری هارتلند. پس هدفمون پروبال دادن به تئوری‌های توطئه نیست. بگذاریم. گفتیم که لهستان به طرز عجیبی همزمان زمین بازی و نفوذ روسیه و آلمان بود. نزدیکی این دو قدرت به هم باعث ثبات در لهستان میشه، اما استقلال این کشور به حاشیه میبره. این ژنتیک ژئوپلیتیکی لهستانه و هیچ وقت هم در طول تاریخ تغییر نمیکنه.
در روند فروپاشی دوستی تمدنی ژرمن با اسلاو، لهستان یکی از دلایل اصلی بود. در اون زمان ورشو و بخش عمده‌ای از خاک لهستان امروزی در قلمرو روسیه بود، ولی نخبگان فرهنگی و سیاسی لهستان در بخش آلمانی و ایزن اتریش مجارستانی در جنوب هم فعال بودند. فرانسه و بعدتر بریتانیا با استفاده و دامن زدن به ملیگرایی لهستانی تونستن اعتماد بین آلمان و روسیه را از بین ببرن، چون تحریک احساسات میهن پرستانه لهستانی ها ابزاری بود که هم روسیه و هم آلمان در اون دوره میتونستن در جهت بی‌ثبات سازی مناطق لهستانی نشین طرف مقابلشون استفاده کنن. ندونمکاری و اشتباه مهلک قیصر ویلهلم دوم با برکنار کردن بیسمارک و صدراعظم شدن لئو فون کاپریوی جرقه بی‌اعتماد شدن روسیه به آلمان رو زد. در واقع به کار بردن لهستان در جهت خراب کردن رابطه روس‌ها با آلمان توسط فرانسه و انگلیس زده نشد و این خود آلمانی ها بودن که این اشتباه رو کردن. ماجرا از این قرار بود که کاپریوی سیاست خارجی مداراگر و پیچیده بیسمارک رو نفی کرد و ترجیح داد به جای پذیرفتن حقایق ژئوپلیتیک ایدئولوژی ملی‌گرایانه رو دنبال کنه و به جای روسیه به دشمنش یعنی امپراتوری اتریش مجارستان نزدیک بشه. کاپریوی و اطرافیان ساده‌لوحش در ذهن ایدئالگراشون اتحاد سگانه به معنی نزدیکی تمام عیار آلمان، اتریش و ایتالیا رو میپروروندن و روسیه رو کشوری میدونستن که خواه ناخواه باید پیرو این اتحاد باشه. این سیاست باعث ناراحتی روس‌ها شد. روس‌ها بعداً در پی تمدید نشدن پیمان رئینشورنس تصمیم گرفتن از آلمان دور بشن و به سمت اتحاد نظامی با فرانسه برن. دور شدن آلمان از قدرت هارتلندی پیامدهای سنگینی رو برای این کشور در آینده رقم زد. شاخص‌ترینش شکست در جنگ جهانی اول. وقتی قدرت‌های دریایی موفق شدند هارتلند رو از آلمان جدا کنن، بیخیال لهستان نشدن. جالبه که فرانسه و بعداً بریتانیا با اینکه متحد روسیه بودن، اما این اتحاد از حب علی نبود، بلکه از بغض معاویه بود. لهستان به عنوان منطقه حائل بین روسیه و آلمان بسیار مورد توجه قرار گرفت. این منطقه حائل باید به عنوان نیروی نیابتی دریایی‌ها وظیفه بی‌ثبات نگه داشتن منطقه و پرتنش نگه داشتن رابطه آلمان و روسیه رو بر عهده می‌گرفت. بهترین راه برای رسیدن به این هدف هم دامن زدن به احساسات ملی‌گرایانه لهستانی‌ها بود. فرهنگ فرانسه به ویژه در دوران اوج رمانتیسم در ادبیات به شدت لهستان دوست بود. علیرغم اتحاد رسمی سیاسی فرانسه با دولتی که لهستان را اشغال کرده بود، یعنی روسیه. لهستانی‌های تبعیدی در فرانسه مثل آدام میتسکیویچ بر جریان ادبی رمانتیست فرانسوی تأثیر بسزایی گذاشته بودند، به طوری که در آثار ادبی روشنفکران فرانسوی از لهستان به عنوان ملت شهید یاد می‌کردند. با این حال دولت فرانسه میدونست که نمیتونه از استقلال واقعی لهستان حمایت علنی کنه و همزمان با روسیه متحد بمونه، اما از حمایت نرم و ابزار فرهنگی استفاده کرد تا به صورت غیر مستقیم ابزار فشارش بر روسیه را نگه داره و نقش اخلاقی خودش به عنوان مدافع حقوق ملت‌ها رو تبلیغ کنه. جبر جغرافیا سرنوشت ملت شهید رو اینطور رقم زد که لهستانی عضو ارتش تزاری روسیه به سمت لهستانی عضو ارتش پروس و لهستانی گالیسیایی شلیک کنه. افرادی مثل ژوزف پیلسودسکی استقلال لهستان رو در تضعیف روسیه هاتلندی می‌دیدند و در کنار ارتش اتریش مجارستان علیه روس‌ها جنگیدند. هرچند بعدا متوجه شدند که جبهه ژرمن تبار هم علاقه‌ای به استقلال لهستان نداره و اونها به زندان میافتند. روند ملی‌گرایی لهستانی با وقوع جنگ جهانی دوم تقویت شد. جنگ جهانی دوم با اینکه اولین قربانیش لهستان بود، باعث تقویت روحیه ملی‌گرایی و زاده شدن جنبش‌های استقلال طلبانه و هویت طلبانه لهستانی شد.
خرد شدن زیر پای آلمان و سپس دهه‌ها قرارگیری پشت پرده آهنین و ماندن زیر یوغ روس‌ها عقلای لهستان رو به این فکر واداشت که نه روسیه و نه آلمان دوستان دائمی و خوب لهستان نیستن و نیاز به اتحاد نیروی سومی هست. خیلی شبیه به ایران دوران رضاشاه و محمد رضاشاه. رضاشاه برای متعادل کردن قدرت بریتانیا و روسیه به آلمان به چشم یک نیروی سوم نگاه می‌کرد و محمد رضاشاه پس از وقایع جنگ جهانی دوم چنین نقشی رو برای آمریکا قائل شد. غالبا سعیم بر اینه که نظر شخصی در ویدیو دخیل نشه، یعنی نمیخوایم بگیم که این سیاست آیا درست بوده یا نه. شاید هم باید به این دید نگاه کنین که ایران یا لهستان نوعی در طول تاریخ چاره‌ای جز نگاه کردن به یک نیروی سوم نداشته و این در واقع یک جبر برای حاکمانی چون محمد رضا شاه بوده و نه اختیار. این نوع سناریو میتونه علیه ایران هم به کار گرفته بشه. یه نمونهش تلاش برخی برای شکراب کردن رابطه ایران و ترکیه از طریق کوبیدن بر طبل ایدئولوژی‌های پان ترکی یا پان کردیه. چون مبحث قومگرایی ترکی و کردی از موضوع ویدیوی امروزمون خارجه، پس بهتره به یک ویدیوی دیگه موکولش کنم. اگه علاقه دارید بهش پرداخته بشه، برام تو کامنت ها بنویسید. همه این نکات تاریخی و ژئوپلیتیکی رو براتون تعریف کردم تا برسیم به تحولات دنیای امروز. قرار نیست اونچه که امروز در قاره اوراسیا رخ میده رو پیچیده کنم. چند اصل مهم در برنامه‌ریزی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌ها وجود داره که تمام تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات مهم حول اون رخ میده. اولین اصل اینی که ایالات متحده آمریکا با قدرتگیری اتحادیه اروپا مشکل داره. یعنی برخلاف اون چیزی که غالباً در رسانه‌ها میشنویم، اروپا و آمریکا با هم متحدن، آمریکا به عنوان ابرقدرت دریایی یا همون ریملندی دوست نداره مرزهای اتحادیه اروپا از اینی که هست فراتر بره و قدرت اقتصادی و سیاسیش همپای آمریکا بشه. از نظر نظامی هم که داریم میبینیم تلاش‌هایی برای تشکیل یک ارتش اروپایی مستقل از ناتو داره صورت میپذیره. به ویژه فرانسه داره این سیاست رو پیگیر میشه. ماجرای برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سیگنال مهم طبقه حاکم انگلستان به آمریکایی‌ها بود، مبنی بر این که مسیری که این جزیره میخواد طی بکنه با آمریکای قدرت دریایی یکیه و انگلستان دوست نداره سرنوشتش به سرنوشت اتحادیه اروپا گره بخوره. در اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس و ایزن ادوارد استودن اومده بود که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به ویژه NSA مکالمات آنگلا مرکل صدر اعظم اون زمان آلمان رو شنود می‌کردن. اونم نه در دوره ترامپ که رابطه با اروپا پرتنش شده بود، در دوره باراک اوباما. این مشت نمونه خروار چیزیه که من بهش میگم تضاد منافع ذاتی بین آلمان به عنوان ستون اتحادیه اروپا و آمریکا در عرصه جغرافیای سیاسی. در تمام این سالها آمریکا با گسترش دادن ناتو به سمت شرق به هدف نهاییش یعنی تنگتر کردن حلقه محاصره هارتلند نزدیک شد. حالا در مرحله پایانی شکوندن کمر روسیه، آلمان دیگه نمیتونه نقش یار غار قدرت‌های دریایی رو بازی کنه و به همین دلیل این لهستانه که داره جای آلمان رو برای آمریکا میگیره. عجیبه ولی این حقیقت داره و تمامی شواهد این مهم رو تایید میکنه. دلیلش چیه؟ جغرافیای لهستان. لهستان اولین مهره دومینوی فروپاشی بلوک شرق کمونیستی بود. جنبش کارگری همبستگی به رهبری لخ والسا باعث شد در یک رویداد غیرمنتظره اولین دولت غیر کمونیستی زیر چتر شوروی سر کار بیاد. همونطور که میدونید بعداً هم به ترتیب مجارستان، آلمان شرقی، چکسلواکی، بلغارستان و رومانی این دومینو رو تکمیل کردند. پس از فروپاشی شوروی در دهه 90 میلادی، آمریکا و بریتانیا از پیوستن لهستان و کشورهای بالتیک به حوزه نفوذ غرب حمایت کردند و طبقه حاکم لهستان هم که دل خوشی از دهه‌ها سلطه روسیه نداشت، با کمال میل به سمت غرب چرخید. در اون دوره آلمان به عنوان نیروی سیاسی نیابتی آمریکا موتور محرک پیشروی ناتو و اتحادیه اروپا به سمت شرق بود.
اما چی شد که آمریکا به آلمان بی‌اعتماد شد و تصمیم گرفت تلفن مرکل رو شنود کنه؟ دلیلش اینه: راه آلمان از آمریکا خواه ناخواه جدا می شد. اونم نه به خاطر ایدئولوژی، به خاطر جغرافیا. حاکمان عاقلی همچون آنگلا مرکل می دونستن که با روسیه باید حسن همجواری رو رعایت کرد. درست مثل بیسمارک. یادتونه در ابتدای ویدیو؟ بیسمارک این هوش ژئوپلیتیک بالا رو داشت که درک کنه آلمان در حالت تخاصم و بی‌اعتمادی با قدرت هارتلندی نمیتونه امنیتش رو در برابر زیادی خواهی های ریملندی ها حفظ کنه. اما جانشینان بیسمارک این هوش رو نداشتن و آلمان رو دهه‌ها در موضع ضعف در 2 جنگ بین‌الملل قرار دادن. مرکل با پوتین هم روابط حسنه و نزدیکی داشت و هیچ کس نمیتونه این رو انکار کنه. او سعی میکرد با تقویت پیوند اقتصاد آلمان با روسیه پیمان ری‌اینشورنس رو طور دیگه‌ای با روسیه امضا کنه. به نظر شخصی من خط لوله‌های انتقال گاز از روسیه به آلمان حکم این امضا رو داشت. اروپایی که امروز داریم میبینیم برخلاف اون چیزیه که مرکل میخواست و دقیقاً مطابق اون چیزیه که قدرت دریایی میخواد. قدرت دریایی در ریملند میدونه که دسترسی پیدا کردن هارتلند به سواحل مساویه با برگشتن آونگ قدرت به سمت قلب اوراسیا. به همین خاطر با رصد اون چیزی که در ذهن مرکل وجود داشت سعی کرد معادلات بازی رو به هم بزنه و این بار هم بر حسب تکرار تاریخ این لهستان و کشورهای حائل بین آلمان و روسیه بودن که ابزار آمریکا برای اجرای سیاست میشن. برای من که تکرار تاریخ همیشه جالب و عادیه، شما رو نمیدونم. یه چیزی که باید بیشتر بهش بپردازم اینه که اتحادیه اروپا هم یک قدرت دریایی محسوب میشه و رقیب ایالات متحده آمریکا در محاصره هارتلند. بنابراین نفس و ذات این اتحادیه همونطور که گفتم در رقابت ذاتی با ایالات متحده آمریکاست. به همین دلیله که آمریکا دیگه نمیخواد بیشتر از این اروپا تقویت بشه. حالا بریم سراغ یک نمود تاریخی که اتفاقا ایران هم توش دخیله. رهبران ایران پس از برجام تصمیم گرفتن که ارتباط و تجارت با اروپا دوباره برقرار بشه، اما پای آمریکا به ایران باز نشه. یعنی با امضای برجام اتحادیه اروپا در رقابت ژئوپلیتیکش با ایالات متحده میتونست ایران رو در مسیر پیشرویش به سمت هارتلند با خودش متحد کنه. شاید بشه منطق پاره کردن برجام توسط آمریکا و واکنش منفی اتحادیه اروپا به این کار رو با این دید فهمید. نمیدونم اون دوران رو یادتونه یا نه. اروپا برای خنثی کردن آثار خروج آمریکا از برجام سازوکاری به نام اینستکس رو پیشنهاد داد که البته در آخر موفق نبود و کنار گذاشته شد. نمود دومی که باید بهش اشاره کنم اینه که آلمان به عنوان کشور شکست خورده در جنگ جهانی دوم همیشه محل حضور سربازان آمریکایی بوده در چندین دهه گذشته. اما دقیقاً از زمان باراک اوباما و پیش از تصرف کریمه توسط روسیه، آمریکا تصمیم گرفت نیروهاش به لهستان منتقل بشن. در ظاهر کار این منطق وجود داره که در تقابل با جبهه روسیه انتقال سربازها و سلاح‌ها به لهستان منطقیه. اما آمریکا علاوه بر این هدف یک هدف پشت پرده دیگر رو هم دنبال می‌کرد و اون باد کردن لهستان در برابر آلمان در درون اتحادیه اروپا بود. در همین حین که لهستان با پشتیبانی آمریکا داشت تبدیل به قطب شرقی ناتو میشد، اعتماد به نفس سیاستمداران این کشور در برابر آلمان و اتحادیه اروپا هم بالاتر رفت. در سال 2015 حزبی به نام قانون و عدالت در لهستان سر کار میاد. این حزب ضد لیبرال، ضد مهاجرت و منتقد اتحادیه اروپا است و مشیش محافظه‌کارانه و حفظ ارزش‌های سنتی و مسیحی کاتولیکه. این حزب حتی دوباره مسئله غرامت جنگ جهانی دوم رو در سال 2022 پیش کشید. خلاصه کلام اینه که لهستان به حمایت آمریکا تبدیل به ساز ناکوک و مخالف در اتحادیه اروپا شده و همزمان در عرصه نظامی برای روسیه شاخ و شونه میکشه. این دقیقاً چیزیه که ایدئال ایالات متحده به عنوان ابرقدرت دریایی دنیاست.
جالبه که حتی در مسائل مرتبط با رابطه ایران با اروپا، موضع دولت مردان لهستانی در برابر جمهوری اسلامی با سایر دولت‌ها فرق داره، کمی تندتره. اتفاق تاریخی که این ادعا رو تایید میکنه کنفرانسیه که در سال 2019 در ورشو توسط وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. هدف کنفرانس چی بود؟ دعوت از کشورها برای تشکیل یک ائتلاف علیه حکومت جمهوری اسلامی. چه کسانی باش مخالف بودن؟ در رأسش اتحادیه اروپا. با اینکه ورشو پایتخت لهستان عضو این اتحادیه میزبان این اجلاس شد. همین مسئله برای رسانه‌های داخل ایران هم خیلی سوال پیش آورد که چرا لهستان میزبانی از این اجلاس را قبول کرده. میزبانی از این اجلاس باعث بروز تنش بین ایران و لهستان شد. همه در اون دوران اینطور تفسیر کردند که انتخاب لهستان به عنوان میزبان این اجلاس اتفاقیه، اما وقتی ما معادلات ژئوپلیتیکی رو میفهمیم میبینیم که نه، خیلی اتفاقی نیست و اتفاقا برگزاری اون اجلاس هدفش فقط فشار بر ایران نبوده، بلکه این بوده که آمریکا اعلام کنه من اینجا حضور دارم و لهستان ابزار من برای پیشبرد اون چیزیه که در سر دارم. اما امروز اتحادیه اروپا در چه وضعیه؟ من میتونم بگم در وضعیت ایدئال آمریکایی ها، چون روسیه کاملا در انزوا و تحریمه و هیمنش در جنگ اوکراین شکسته شده. خط لوله های انتقال گاز نورد استریم که نماد پیوند هارتلند با اروپاست منفجر شده. اروپا برای گازش متکی به آمریکا و یا متحدان بسیار نزدیک آمریکا مثل نروژ و خودش دوباره تبدیل شد به ابزار سیاسی آمریکا، چه در تقابل با روسیه و حمایت از اوکراین و چه موضع‌گیری در برابر حکومت تهران. آمریکا با تحقیر کردن روسیه و ترغیب این کشور به حمله به اوکراین، اروپا رو از شروع یک جنگ گسترده دیگه ترسون و کاری کرد دوباره اروپایی‌ها به آغوشش برگردن و این برای آمریکایی‌ها خیلی ایدئاله. حالا که به اصطلاح خر از پل گذشته، دیگه نیازی هم به حمایت همه جانبه از اوکراین نیست، چون وقتی محافظه‌کاران ترامپی از حمایت‌ها از اوکراین انتقاد میکنن، اروپا تند و تیزتر از آمریکا اعلام میکنه پشتیبانی سیاسی، نظامی و اقتصادی از اوکراین رو تقویت خواهد کرد. در ماجرای ایران و برنامه هسته‌ایش هم که همچین روندی رو کاملا میتونیم مشاهده کنیم و در ماجرای مکانیزم ماشه نمودش کاملا مشهوده. حالا مهمترین سوالی که در انتهای این ویدیو من بهش برخوردم اینه که آیا میشه نقشی برای ایران شبیه به اون چه که لهستان در 40 سال گذشته تجربه کرده را قائل شد؟ آیا ایران لهستان دوم برای آمریکا در منطقه خاورمیانه میشه؟ اگر جواب مثبت به این سوال بدیم، اون وقت ایران چه نقشی در این منطقه خواهد داشت؟ این چیزیه که خیلی تخیلی و خارج از مفروضات ماست و اگر راجع بهش صحبت کنیم احتمال این که خطا بریم زیاده. اما موضوع خیلی جالبیه و اگر چندین پارامتر ثابت مثل نوع حکومت در ایران رو تغییر بدیم، شاید بشه تحلیل‌هایی در این خصوص داشت. نظر شما چیه؟ آیا دوست دارید که تحلیل‌های بیشتری درباره آینده ایران به سبک اون چه که لهستان تجربه کرد رو بشنوید؟ حتما نظرتون رو برام بنویسید.